آمدیم لیسه مریم گلای پارک. البته دیشب یک حادثه دلخراش اینجا اتفاق افتید. این آتش سوزی چی وقت اتفاق افتید؟ یک برادر ما میگه که میگه لیلامی در گرفته که ما میبینیم که لمبه دم بلاک زده میشه. چقدر با تعداد این دکانا وجود داشت؟ 1.5 ساعت 130 تخت بودم چرا. تمامش لیلامی فروشی. لیلامی فروشی. عریق شد. عریق شد. هیچ چیز به دکاندار نماند تا اینایش نماند از اینجا کلش در بدر شده. چقدر سرمایه اینجا داشتیم؟ سرمایه دیگه تقریبا 1 لک 1.5 لک خب فعلا زمستان می باشه مال فرمان داشتیم. دلیل آتش سوزی چی بود؟ حالا فعلا معلوم نیست. اتفاقی چند بجه اینجا رسید؟ اتفاقی رسید ولی چیزی آتش بسیار بالا بود. اتفاقی که رسید کل چیز حریق شده بود. هیچ چیزی به دست نمانده بود. میشه چشم دیدتان از این حادثه بر ما بگویید؟ ما اینجا بیادر در دکان بودیم، فهمیدی شبیه 8 بجه بود. اینجا بیادر آتش سوزی بیادر در گرفتیم. ما که اینجا آمدیم. چقدر اینجا هموطنان ما مصروف کار بودن. امروز میبینیم که تمام وسایلشان هم و چیزایی که به خاطر فروش داشتن به خاکستر تبدیل شده. اینجا داخل امی مارکت بیادر 63 دکان بود و بیرون بیادر 150 دکان دیگه بود که اینم امروز ما را آوردن همینجا که دیدیم که بسیار آتش سوزی صورت گرفته است. با حادثه دیشب اینجا صورت گرفته است آتش سوزی. از امارات چه خاص دارین؟ از امارات خاصی را داریم که توجه کنه اگه مرگانو که کمک چیز در منطقه کنی. منطقه فقیر نشین است. برام خداوند بخشاینده و مهربان سلام هموطنان عزیزم. آرزو میکنم در هر گوشه و کنار دنیا که هستین خوب صحت سلامت باشید. شما بیننده چینل رحمه و مروه رحمی در خدمت شما هستم. دوستای عزیز امروز آمدیم لیسه مریم گلای پارک. البته دیشب یک حادثه دلخراش اینجا اتفاق افتید که در سرای لیلامی لیسه مریم آتش سوزی صورت گرفته بود و امروز قسمی که پشت سر ما میبینید شاروالی هم به خاطر پاککاری همین منطقه آمده و ما هم خواستیم یک گزارش داشته باشیم از اینکه این آتش سوزی چی وقت اتفاق افتید و به خاطر مهار آتش سوزی چی کمک‌های دولت امارات اسلامی برای اینو انجام داد. پس چه خوب است که تا آخر بیننده گزارش باشین و همچنان من برای دکانداران همین سرای لیلامی صحبت داشته باشیم. دوستای عزیز فعلا ما در سرای لیلامی فروشی قرار داریم. قسمی که شما هم تصویر میبینین همه جای با همی خاک و خاکستر و دود اینا یکی شده و پشت سر ما مگه همکارای ما تصویر گرفته بتانن. میبینین تمام دکاکین اینجا که امون لباس های لیلامی بود و بعضی چیزای دیگر همش با آتش یکسان شدن و هیچ چیزی به این دکاندارای نمانده. ما هم اینجا قسمی که میبینین دوستای عزیز بیروبار به اندازه زیاد است. همون دکاندارا دوباره آمدین اینجا که همون جای خود دوباره بسازن، دوباره بتونن کاربار خود آغاز بکنن. من هم برای دکاندارا صحبت می داشته باشم و همشون سرگرم به این هستن که دوباره بتونن اینجا را به شکل مثل سابقش آماده بسازن که دوباره کاربار خود آغاز بکنن و همشان نوای طفلایی که اینجا آمدین از اینجا دیدن میکنن گرد کردین مرا. دوستای عزیز جمعه یکی دکاندارا صحبت میکنم. سلام قاری صاحب، خوب هستین؟ صحتمند؟ خیرت از بخیر هستین؟ سلامت باشین. تشکر میشه در رابطه با این آتش سوزی که دیم شب اتفاق افتاد کم پیش بگوین. بله همشهر جان ما اینجا خانه هستم. ما به خانه بودم موضوع گرفتم که نو جراب میگفتم نماز ما بر مزاکنده لیسه مریم هستم. گفتم ما برایم بسایب نانم با بیرون میخوام. یک برادر ما میگه که میگه لیلامی در گرفته که ما میبینیم که لمبه دم بلاک زده میشه. لیلامی در گرفته بعد اینجا چسبی درش از این سما اتفاقی با 5-6 دقیقه بود 7 دقیقه که اتفاقی رسید. اتفاقی عاجل رسید. ما از خانه نبرآمدیم که اتفاقی رسید تا بودیم. با سر اونو با ما بالا شدم اون یک غرفه اوجا در گرفته بود. اون ما پایپ گرفتم او گل شد.
اونو راسته سونی جر دو طرفه و دکانا رو ما باشه مو گل شد دیگه این راسته خیلی آتش بالا بود این امکانات نبود آی چسبیده بود خیلی چقدر با تعداد این دکانا وجود داشت؟ 1.5 ساعت 130 تخت بودم شده تمامش لیلامی کل فروشی لیلامی فروشی پرده این چیزا سودا لباس هم دفعه تمامش عریق شد تاریخ شد هیچ چیز با دکاندار نماند تا اینایش نمانده اینجا کلش در بدر شده تمام سرمایه هموطنان ما که اینجا کار میکردن همش دیگه به فنا رفت 5 لک 6 لک افرا که اینجا سرمایه بند کرده بود کلش به قرض بیچاره آورده بود خود دور دومش که در میگه یک دور دیگه به جمهوریت در گرفته بر رمضان بود که در گرفت این به این حکومت هم در گرفت مردم در بدر شد بیچاره باید حکومت بر از کمک کنه همکاری کنه یک 25 30 بر از همکاری و کمک بکنه یا بیچاره مستحق هستن یا خیلی آسیب دیدن واقعا ساعت چند شب بود که آتش سوزی 8 بود دیگه 8 تو چند دقیقه بود دیگه ساعت هم مثلا چند بجه مهار شدی ان شاء الله تا 1 بجه بود 1 بجه اطفایه آمد گلش تقریبا گل کرد دیگه باز تا صبح با ما اینجا اطفایه بود مجاهدین حوزه 11 از احمدی صاحب اندی والایش بود اینجا از عبادی صاحب معاون صاحب استخبارات اردو کلش کمکی همین سر کار بند کرده بود برای اینجا استاد بودن که باز این آتش بالا نشود تشکر زنده باشین سلامت باشین تشکر نام خدای قسم حلقه ایجاد کردن هموطنان ما دوستای قسم که با برادر صحبت کردم 8 بجه شب بود که اتفاقی آتش سوزی اتفاق افتیده بود و تا ساعت 1 بجه این آتش سوزی مهار شد و ما میخوایم با یکی از دکانداران اینجا صحبت داشته باشم که چقدر خسارت دیدن. دوستای شما چند تصویر اینجا داشته باشین ما هم صحبتای خودم می داشته باشیم. دوستای عزیز یکی از دکانداران سرای لیلامی لیسی میرن همراه ما هست همراهشون صحبت می داشتم. سلام برادر خوب است؟ سلام بر شما سلام بر بینندگان تلویزیون شما محمد خالد هستم از ولایت زیبای پروان اینجا دکان دارم. بسیار خوب برادر عزیز دکانتان همینجا بود؟ بله. چی میفروختید؟ لباسای زنانه لیلامی دیگه. چقدر سرمایه اینجا داشتید؟ سرمایه دیگه تقریبا 1 لک 1.5 لک خب فعلا از زمستان می باشه مال فریمان داشتیم. فعلا دیگه قسمی که ما میبینیم تمام چیز به خاک یکسان شده. چی احساس دارین زمانی که میبینین تمام سرمایه زندگی تا اینجا به خاکستر تبدیل شده؟ حالا احساس ما خیلی بد است به خاطر که همیشه دیگه دکان داشتیم دیگه جای کاروبار نمیکردیم تمام سرمایه و دارایی دیگه میجا بوده. هیچ چیز براتون باقی نمونده؟ نه دیگه نه هیچ چیزی باقی نمونده تمامش آمدیم خاکستر شده بود. شب آمدیم ایجادش بوده اطفایه رسیده بود خاموش میکرد باز کسی رو نمیمان نزدیک بیایه با صبحکی که آمدیم سعی کردیم تمامش خاکستر شده بود. دلیل آتش سوزی چی بود؟ حالا فعلا معلوم نیست فعلا نامعلومه. بعضا میگن که بی‌توجهی خود همین دکاندارا هستن بعضا میگن که شورتی لاین بوده. لاینش با این قسمت ها که بوده لاینش طرف شوانه نمی بوده برق زنده برق زنده نمی بوده برق بوده جنراتور بوده جنراتور تا از 9 بجه صبح روشن می شده تا 6 شام و بعد از او خاموش می شده. تا هنوز دیگه فعلا دلیلی که چگونه یا آتش سوزی صورت گرفته به شما معلوم نیست؟ نه فعلا معلوم نیست. بعد از اینکه این دکانتان به این وضعیت است چی تصمیم دارین چی میخواین بکنین؟ پس اصلا دیگه شروع کردیم جورش میکنیم پس اصلا دوباره میخواین جور؟ دوباره همون کار سابق دارن؟ دوباره همون کار سابق میکنیم. بسیار خوب تشکر از شما. سلامت باشین دوستای عزیز. امروز وکیل همین منطقه صحبت می داشته باشم که وکیل صاحبم در رابطه با آتش سوزی سرای لیلامی میخواد چند صحبت داشته باشه.
و همچنان قسمی که شما دوستای عزیز میبینین سرای لیلامی همش به خاکستر تبدیل شده. سلام وکیل صاحب، خوب هستین؟ صحتمند؟ سلام، خوب هستین؟ شما صحتمند هستین؟ تشکر، سلامت باشین. وکیل صاحب میشه در رابطه با آتش سوزی در سرای لیلامی کم پیش بگوین که چی باعث شد این سرای و بی بزرگی با آتش کشیده شود؟ حالا یه چیز حسابش ما معلوم شد. یک دفعه 8 بجه شام بود که آتش سوزی از دو قسمت سر زد. این دو قسمت رای سرای بود. باز دیگه در این ظرف 3 دقیقه 4 دقیقه مکمل آتش بسیار خطرناک بود، سوزنده بود بیخی. حتی ما در سرک استاد بودیم، استاد میشی روی تا میسود بسیار خطرناک، بسیار شعله خطرناک داشت دیگه. مکمل اینمی چیز بود، لیلامی بود، اینمی مثال پرده بود، جالی بود، اینمی توشک بود، اینی چیزا بود مکمل دیگه. اون خوب میفهمیم هم خودش گاز است دیگه، مثل پترول واری است. اون مکمل دیگه سوخت داره. هیچ معلوم نشد دلیل ازی که چطور یا آتش گرفت؟ نه والا، این دلیلش تا فعلا نیست. قسم پیشتر امروز که از دکاندارا اینجا صحبت کردم، گفتم که بعضا گفتن که دلیلش بی‌توجهی دکاندارا بود و یکی دیگه‌ش هم شورتی لاین. اینجا هیچ برق نیست. برق کسی اونا گفتن که اینجا برق نیست. اما شایعی که ما شنیدیم نه برق نیست. روز تا 6 بجه شام همین چوکیدارا یک جنریتر جور کردین، مردم برق بود. 6 شام که میشه را قید بود. دیگه اینجا برق دولتی نیست، موجود بود جنریتری بود. او دیگه در اون ساعتی که آتش سوزی شده بود این ساعت 8 بجه بود. اون ساعت هیچ برقی چیزی موجود. ساعت 6 بجه. 8 بجه. 8 بجه شب بود. اتفاقی چند بجه اینجا رسید؟ اتفاقی رسید ولی چیزی آتش بسیار بالا بود. اتفاقی که رسید کل چیز حریق شده بود، هیچ چیزی به دست نمانده بود. باز اتفاقی مقکد که نمی بلند منزل و یعنی خانه‌ای که گرد گوشه است نمیار از آسیب نجات داد. چقدر اینجا دکاندارا سرمایه داشتن؟ تمام سرمایه‌شون فعلا ما می‌بینیم به خاکستر تبدیل شده. اینا بعد از دیگه چی بکنن؟ تو اگه به حساب سرمایه بگی بسیار یا پولشان گزاف از بین رفت. فکر کو هر دکاندار 7 لک 8 لک سرمایه‌اش بود. این ما خودم اینو کانتینرم از مبلغ 20,000 روپیه قالین و فرش و روی فرشی و توشک و پشت توشک چیزا مکمل سوخت در نتونستیم چیزی را بشم. هیچ چیز را نتونستیم که در صحیح بکشیم؟ نه نشد بسیار آتش خطرناک شد. ما گفتیم جان مهمتر است از مال کردن. جان نباشه مال چی بدرد؟ مال چی بدرد میخوره؟ از امارت، از دولت امارت چی خواسته دارید شما؟ والا از منصوبین حوزه 11 از استخباراتش، از نایش، از کلش یک جان سپاس. در وقت موقع رسیدن تا صبح مالای یک تعداد مردمی که نجات یافت نگهداری کردن، باز به صاحبایش صبح تسلیم داد دیگه. کلش بیادر هم اینجا بود که خدای نخواسته کنم گپ دیگه نشه دیگه. رئیس و بنایه هم اینجا پرسونل مکمل، پرسونل تنظیفش، پرسونل انجینیری، پرسونل خدمات شهری مکمل در شب اینجا رسیده بودن و مردم هم دردی میکردن. خانهشان آباد. یک جان سپاس. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. یک جان سپاس باشین. تشکر. دوستای عزیز با من رابطین. امروز وکیل صاحب صحبت کردم و قسم کنان گفتن و زیادتر از دولت از امارت اسلامی البته زیاد خوشحال بودن که در این بخش همشون همکاری کردن و همچنان قسمی که میبینین دوستای عزیز، اگر دوستایی که اینجا آمده باشن سرای لیلامی حتما تفاوت او وقت با این وقت درک میکنن که تمام همو سرمایه هموطنان ما که اینجا انداخته بودن مال که بفروشن و بتونن که همو چرخ زندگی خود بچرخان، امروز به خاکستر تبدیل شده و حالا هم دکاندارا آمدن همینجا و همین چارچوکات دکان خود دوباره زدن که دوباره بتونن همینجا دوباره به کار خود آغاز بکنن. شما دوستای عزیز چند تصویر بیننده باشین و صحبت ها می داشته باشین. دوستای عزیز، یکی از اهالی همین منطقه البته لیسی مریم در کنار است. سلام برادر، خوب هستین؟ صحتمند؟ علیکم السلام. علیکم السلام. تشکر، سلامت باشین. میشه چشم دیدتان از این حادثه بر ما بگویید؟ ما اینجا بیادر در دکان بودیم، فهمیدی شب 8 بجه بود. اینجا بیادر آتش سوزی بیادر در گرفتیم. ما که اینجا آمدیم
فهمیدیم اینجا طالبا رسید بیادر فهمیدی کس نزدیک نمی‌شد. ما خیلی کوشش چیز میکردیم داخل بیم نمیتونستیم آتش خیلی زیاد بود. شما همکاری کردین به خاطر خاموش کردن یا آتش نه خب بیادر اینجا بیادر چیز خیلی آتش خیلی زیاد بود نزدیک آمده کسی نمیتونست دور بیادر طالبا رسید اینجا اتباعی آمد بیادر فهمیدی. چقدر اینجا هموطنان ما مصروف کار بودن امروز میبینیم که تمام وسایلشان هم و چیزایی که به خاطر فروش داشتن به خاکستر تبدیل شده. اینجا داخل امی مارکیر بیادر 63 دکان بود و بیرون بیادر 150 دکان دیگه بود که بیرون هم در گرفته. بیرون هم در گرفته بود 100 دکان 50 دکان بیرون و داخل بیادر 63 دکان بود. 63 دکان اینجا بود. 63 دکان در امی مارکیر موجود بیادر داشت و بغیر از این مارکیر بیادر 150 دیگه دکان بود. تشکر برادر. خیر ببینید شما یک جهان سپاس. خیر ممنون شما. شاروالی شهر کابل در کنار ما است که بسیار زحمت میکشند به خاطر صفایی شهر کابل و همچنین امروز به خاطر همین پاککاری سرای لیلامی آمدن. سلام برادر، خسته نباشید. زنده باشی، سلامت باشی. اسم مبارک؟ سید احمد. بسیار خوب. میشه از آتش سوزی که دیشب اتفاق افتاد چشم دید تا نبودید؟ والا ما خبر نبودم. اینم امروز ما را آوردن همینجا که دیدیم که بسیار آتش سوزی صورت گرفته است. بسیار راستی جگر ما خود مسلمان هستند. باز ما همینجا دیگه می ساعتا 8 بجه بود 9 بجه بود خبر شد. 9 بجه روز البته. 9 بجه روز آمدین به خاطر پاککاری اینجا. چقدر مال شما بیرون کشیدین؟ البته همو سوختگی شده دیگه. همو سوختگی دیگه چیز خوب نمانده بود دیگه، چیزی که سوخته بود خراب شده بود ما امور بیرون کشید. امور بیرون. بله سر بله. خداوند شما را خیر بده، با عزت داشته باشید. خداوند خودتان خیر. سلامت باشید. خیر. تشکر. دوستای عزیز، قسمی که پیشتر براتون گفتم شاروالی در بخش صفایی شهر کابل بسیار زحمت میکشن. خداوند بهشون اجر نصیب بگردانه که به خاطر زیبایی و پاکی شهر ما زحمت میکشن و امروز که ما میبینیم که کابل ما زیبا شده از برکت همین شاروالی است. دوستان عزیز، ما باشین چند تصویر داشته باشید همراه دو کاکین دیگه هم صحبت می داشته باشم. دوستان عزیز، قسمی که شما داخل سرای لیلامی را دیدین، اما قسم که داخل سرای لیلامی خسارات هموطنان ما دیده بیرون از سرای لیلامی همچنان خسارات را دیدن. اینجا قسمی که شما میبینین یک دکانی است که اینجا با آتش. سلام برادر، خوبه؟ سلام علیکم. سلامت. تشکر. اسم مبارک؟ اسم محمد از یک دانه دکاندار لسی مریم. چی به فروش میرسه؟ اینجا سامان برق میفروختیم. سامان برق میفروختین. با حادثه دیشب اینجا حادثه دیشب اینجا صورت گرفت. ذات سوزی شد. تمام لوازمتان به خاکستر تبدیل کلش به خاکستر، هیچ چیز نمانده. این دکان هم از فروشی از پلیس. یا هم چیز نمانده ایشون. هر دوش دکان خود؟ بله بله. خود هر دوش دیگه هیچ چیز براتون نمانده؟ هیچ چیز نمانده، فقط اینمی مانده خلاص. چهار چوکات دکانتان؟ نگاه ما اینه کنه که ذوب شده و دوراموسو کدم خیر خلاص. چقدر مال داشتین؟ تقریبا از 3 لکم بالا مال داشتیم. لکم بالا. مال قفسه مکمل می‌بینی کلش مال پر بود. یعنی حال خالی از یک آینه کنش مانده، یکم درش که ذوب شده بود و هم کارآمد نبود، کلش انداخت. بعد از این چی تصمیم دارین؟ ادامه میدین؟ بعد از ما ایران ماندیم که همون چیزی تمام سرمایه‌تان دیگه خاکستر. چیزی که پیسه بود اینم
کلش دینمیجا بود. حالا یک شانتا پولی هم از نمونده، ما میران مونده که بعد ازی چی کنیم، پیسه جور کردن دکان. از امارات چه خاص دارین؟ از امارات خاصی را داریم که توجه کنه اگه مرگانو که کمک چیز در منطقه کنی. منطقه فقیر نشین است. اینجا منطقه نیست که پیسه دار مردم باشه. نیم دستان از نیم قرض میره، نیم نفت میره، چیزی میره که واسش بگرده روز شو شود. پیسه 4 تا نان تام دیگر به یک مشکل پیدا میشه. فقر بیکاری را میبینی. در 3-4 سال خو بیخی بیکاری به اوج خود رسیده. بسیاری وقتا این کرای شهروالی کرای دولتی جدار اونم بس مونه. خیر خدا میروان از برادر امی که خودتان صحتمند هستین، تمام چیز میشه دوباره دکان را بخیر سرپای بکنین، دوباره کارتون دا چیزی بود که ایدم یا خصمال کیسه نتونستیم. دمی 10 دقیقه باسته نمی 2 ساعت یک دکان نگرده بغل از خلص تو. دیگه خدا میروان است. خدا بازم تشکر که نصیب قسمت باشه. تشکر. سلامت باشین. دوستای عزیز با برادر صحبت کردم، قسم خودشان هم گفتن 3 لک مالشان بود که اینجا به خاکستر تبدیل شد و بعد دیگه هیچ چیزی ندارن که دوباره بخواین اینجا کار خود آغاز کنن. به امید از اینکه دولت امارات اسلامی یک توجه خاص به این هموطنان ما بکنن تا بتونن که حداقل همی دوباره دکان خود سرپای بکنن. و دوستای عزیز شما چند تصویر داشته باشین، اون قسمت هم میرم صحبت می داشته باشین. دوستای عزیز قسم گزارش ما دیدین از سرای لیلامی لیسه مریم گلایی پارک و دیشب که حادثه دلخراش در اینجا اتفاق افتاده بود، یک آتش سوزی بزرگ که تمام امی مال و همچنان سرمایه هموطنان ما که سرمایه گذاری کرده بودن و دکاکینی که داشتن تمامش به خاکستر تبدیل شده و همون قسمی که در داخل سرای دکان‌ها همش به خاکستر تبدیل شده. بیرون از سرای همچنان دکان‌هایی هستن که شما به تصویر می‌بینین، همشان همون مالش و هم تمامش حریق شده و سوخته، هیچ چیز برای هموطنان ما نمانده. دوستای عزیز این که باز هم با یک گزارش دیگه من رحمانی از دریچه رحمت در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب روز خوب و خوش داشته باشید. ما را و هموطنان ما را از دعایتان فراموش نکنید.